الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. الله سبحانه وتعالى برنامه‌اش برای بشر و انسان آن است که بشر را بسازه و بشر را تزکیه کنه و بشر را پاک بگردانه از همه عیبها و نقائص و بشر را به مقام بلند و مقام بالا برساند و بشر را به جنت فردوس نائل بگردانه، به جنات نعیم، به بهشت برسانه. و این مخلوق را الله استعداد بهشت داده و موجود بهشتی است و بهشت را در واقع الله تعالی برای انسان آفریده. اگر انسان خلق نمی کرد، بهشت هم خلق نمی کرد. در رابطه با جنات اختلاف نظر که نیکان جن را از عذاب جهنم نجات می دهند، از عذاب خدا نجات حاصل می کنند. و آیا بهشت می روند یا نه؟ بعض اعتقادشونه که نیکان جن هم به بهشت می روند و بعض کارشناسیشون و نظرشون آنه که نه، همه نجات جن خود برای اونا بزرگترین پاداشه که گرفتار عذاب پروردگار نشوند. و اما در انسان هیچ اختلاف وجود نداره که نیکان انسان و انسانهای صالح و انسانهای نیک به بهشت می روند و بهشتیان. و بدن انسانها و بدن جن به جهنم می روند. انسانهای فاسق و انسانهای کافر و جنهای فاسق و کافر به جهنم می روند. در این شک و تردید اختلاف وجود نداره و لحاظا میشه گفت که بهشت را الله برای انسان درست کرده. اما برای کدام انسان؟ برای او انسانی که خودش را با برنامه های پروردگار تطبیق بده، با شریعت اسلام تطبیق بده، با دین که برنامه خدای برای ساختن انسان تطبیق بده، دیانت اختیار کنه و اخلاق نیک و اخلاق حسنه و مکارم اخلاقی، بهترین اخلاق که در برنامه دین اسلام برجسته و در برنامه همه دیانت ها برجستگی داشته است، اخلاقش ساخته بشه. انسان گرفتار بد اخلاقی نشه، انسان با زشتی های اخلاق روبرو نشود و گرفتار نشود. اخلاقش را زیبا کنه و اخلاقش را بسازه و اخلاقش نیک باشه. آن حضرت
بعثت خود را، دلیل بعثت خود را و پیامبری خودش را برای تکمیل کردن مکارم اخلاقی، این فروزه اخلاق پای تکمیل برسه و به درجه کمال برسه. حضرت فرموده من مبعوث کردم برای ما. اگر در یک افق بالاتر نگاه کنیم اخلاق خیلی وسیع تر میبینیم که تمام نافرمانی ها و در رأس همه نافرمانی شرک به الله تعالی در بدترین بد اخلاقی همینه که انسان اخلاقش اعتقادش فاسد باشه و اعتقادش بد باشه. بالاترین ظلم بے انصافیه که انسان به ربش شریک بگیره، بگی علیاذ بالله الله شریک داره، الله فرزند داره، دیگران با خدا همتا بسازه و دیگران را در صفات خاص پروردگار، در صفات خاص ربوبیت شریک بکنه و در الوهیت غیر خدا را بیاره شریک بکنه. بالاترین ظلمه و ظلم بد اخلاقی بسیار بزرگه. بد اخلاقی بر رب العالمین، نافرمانی الله تعالی است. ظلم در حق رب العالمین، در حق خدا، در حق بندگان ظلم، خدا را نافرمانی کردن. رب منا و خالق منا و مالک منا، کسی که جان ما را آفریده و به ما جان و حیات داده است، نافرمانی او بدترین بد اخلاقی است. ظلم بر بندگان بالاترین بد اخلاقی است. از بالاترین بد اخلاقیانه که ما نماز را ضایع کنیم و زکات ندیم. اینا احکام الهیات ولی نتایجش میرسه به همون ظلم. ظلم به انصافیه که خواب را از الله ترجیح بدیم، خواب صبح را و خواب بخوابیم، وقت نماز و امر الهی را نافرمانی بکنه. امر خدا، دستور خدا هر وقت نماز متوجه ماست و این در واقع ندای وحی و ندای قرآنی هست که نماز را برپا بدارید. همه انسانی که بر سفره خدا نشسته و از نعمتهای خدا استفاده میکنه و هر نفسی که میکشه به اذن پروردگار و میبره درون به اذن الله، بیرون میاره به اذن الله، الله را نافرمانی بکنه، به فرمان الله توجه نکند. زکات اموالش را که الله بر او فرض کرده ندهد، به فقرا و مساکین که دستور الله که خرج کنیم ترغیب داده الله به صدقات نفلی و خیرات نفلی و ادا نکنیم. نیاز موجوده. بالاترین بد اخلاقی است ظلم بر انسان ها و ضایع کردن حقوق انسان. دروغ، وعده خلافیات شکنی بالاترین بد اخلاقی هستند. بد اخلاقی بزرگ. و امروز در جامعه چقدر نفاق موجوده، دو رنگی موجوده، دو زبان در دهان بسیاری از ماها، دو زبان، دو چهره، دو رو. اینها همه در
خلاف اخلاق اسلامی برخلاف تعلیم اسلام. صداقت، امانت داری، راستگویی، سروران گرامی اخلاق نیک، اخلاق خوب بزرگترین عمل نیکی و روز قیامت در ترازوی انسان، ترازوی عدالت، در پله صالح و عمل نیک بالاترین وزن داره. حدیث شریف آمده است که بالاترین وزن روز قیامت وزن اخلاق. اخلاق ها را نیک کنید، عادت هایتون را نیک کنید، توبه کنیم از بد اخلاقی، از دروغ، از دوزبانی، از فریبکاری. صداقت یک رنگی داشته باشیم، این خیلی مهمی عزیزان من. کسی که اخلاقش را نیک میکنه، فرمود اخلاقتون نیک بکنید، الله شما را در وسط جنت جا خواهد داد. وسط جنت، در جنت فردوس جا پیدا میکنید اگر اخلاقتون نیک باشه. فلسفه بعثت انبیاء و فلسفه وحی و نزول قرآن عظیم الشان و فلسفه سیرت پیامبران و احکام الهی دین و یک شعبه بزرگ ساختن اخلاق و تزکیه اخلاق و وارستگی است که انسان ها به وارستگی برسند. وان حضرت جماعت را ساختن که به نام جماعت صحابه و اهل بیت آن حضرت، خصوص اونایی که هم اهل بیت هم صحابه آن حضرت اینها را به دست خود ساختن و چه زیبا اخلاق اینها را ساختن، چه زیبا اعتقاد و عمل کرد اینها را ساختن و دنیا از اخلاق آن حضرت متأثر بود، دنیا از اخلاق صحابه متأثر بود و قدر مشترک بین همه کارشناسان و اندیشمندانان ہے که اسلام با اخلاق دنیا پراگیر شده و در ملت ها جاه پیدا کرده و توی دل ملت ها نفوذ کرده است. اعتقاد صحیح دین اسلام، اخلاق درست، احکام نورانی در ملت ها نفوذ پیدا کردن. دین اسلام با اخلاق در دنیا جا پیدا کرده و دنیای را تاثیر قرار داده، نه با شمشیر که همیشه یاد میشه. روی اخلاق ها را باید نیکو بکنیم. این فصل موسم انتخابات در کشور ما و به هر حال چیزی که متاسفانه زیاده میشه توی این وقت دروغ زیاد میشه و تبلیغات نادرست و تهمت و افترا اینها زیاد میشن در این ایام و این روزها. افترا زیاده و تهمت زیاده، بد اخلاقی زیاده و صداقت کم. متاسفانه توی جامعه ما صداقت کم شده است، اخلاق متاسفانه صعود کرده به جای اینکه اخلاق بالا بره و دنیا تحت تاثیر اخلاق ما مسلمانان قرار بگیره. برعکس شده است، درست برعکس شده. بعضی را از اخلاق در غیر مسلمانان شما بیابید که در میان مسلمانان کمه. جای حسرت، جای افسوس که ما باید معلم اخلاق باشیم،
ما باید برای بشریت پیام اعتقاد درست و پیام صحیح اخلاق را به بشریت بدیم، درس اخلاق بدیم، معلم اخلاق باشیم. متاسفانه امروز کم شده در بیان مسلمانان این مسئله. فریب و دروغ و خیانت در امانت و عهد شکنی و انواع بد اخلاقی ها در بیان مسلمانان نفوذ کردند. بالاترین تهدید برای مسلمانان، برای بشریت، بد اخلاقی حیا از شعبه‌های مهم دین اسلام و حیا خیلی مهمه. وقتی حیا نباشه یعنی هیچ چیز دیگه نیست، همه چیز را حیا تحت تاثیر خودش قرار میده. لہذا نباید تهمت باشه، نباید افترا باشه و صداقت مهمه و راستگویی مهمه. در تبلیغات نباید آدم دروغ بگه و دروغی را مطرح کنه و این نکته است که باید همه ما رعایت کنیم، همه رعایت کنند. به چینی ها این متاثریم، ما متاسفیم که مردم چین به مریضی کرونا گرفتارند و همه چیز را از مردم چین الان گرفته. پروازها لغو شدن به چین. کسی گفت که روزی 90,000 پرواز در چین می نشینه و بلند میشه و الان تمام پروازها را به هم زده مریضی. مردم ملت ها می ترسن که به چین برن. ملت ها از چین خارج شدن. اونجا مردمی که برای تجارت و کاسبی چین ترک کردن و چینی ها در خانه نشستن. کار و کاسبیشون اکثرا تعطیله و کل سیستم زندگی در چین به هم خورده است و این عذاب پروردگاره که آنجا نازل شده و ما یقین داریم و ظن غالب ما همینه که این ظلم، نتیجه ظلم که چینی ها بر مسلمانان در یک ایالت، خصوصا در یک ایالت اونها اعمال داشتند و روا داشتند. مسلمانان را به خاطر اعتقادشون، به خاطر آنکه به زبان مسلمانی صحبت میکردن مورد ظلم قرار دادند. حقوق بشر را زیر پا گذاشتن، حقوق انسانیت که همه انسان از یک نوع و یک جنسان زیر پا گذاشتن و ظلم به آنجا کردن که هیچ کسی بر حیوان روا نمیداره که نه بر انسان کردن. نتیجه ظلم آفات، نتیجه ظلم عذاب، نتیجه ظلم قهر و غضب الله تعالی است. به همه چینی ها، برادران و مردم چین که از لحاظ انسانی برادر و خواهرند با ما، پیام ما آنه که ظلم را پایان بدن. مسلمانانی را که به اردوگاه ها بردن جمع کردن و بچه ها را که از مادر و پدر جدا کردن و جنایت کردند و ظلم کردند، به این پایان بدن و مردم آزاد کنند. و این حق بشره که هر اعتقاد را که میخواد اختیار کنه آزادی داشته باشه، هر عملی را که میخواد انجام بده با عنوان دین آزادی داشته باشه. آزادی ادیان،
آزادی مذاهب در منشور سازمان ملل، در منشور همه حقوق انسان چیز مسلمی است. از قوانین بین المللیانه که همه انسان ها در عقیده و در مذهب و اختیار مذهب آزادن. هیچ کسی نمیتونه فشار دینی وارد کنه، فشار اعتقادی وارد کنه، فشار مذهبی وارد کنه. هر کسی میخواد در مذهب را اختیار کند به کسی دیگر ربطه نداره. تکبیر! چینی ها تجربه بکنن، این تصمیمشون را فس بگیرن، مسلمانان آزاد کنن، همه مسلمانان برای اونها دعا خواهند کرد. ما هم دعا میکنیم که این عذاب از سر اونها برطرف بشه، اما مشروط بر این که این مسلمان ها را آزاد کنن. و مطمئن باشن که این عذاب برطرف میشه و چینی ها به زندگی عادی و به تجارت و به فعالیت اقتصادی و به کار انشاءالله برخواهند گشت. از بهترین کارها در این قرن اخیر که در میان مسلمانان کار جماعت های تبلیغی هست و واقعا یک کاری است که به عنوان تبلیغ و دعوت الله که ندا در این کار اینه که مسلمانان به عمل برگردن، مسلمانان به قرآن برگردن، مسلمانان به سیره و سنت آن حضرت به سنت برگردن، مسلمانان به دینشون برگردن. و در تبلیغ همین برنامه که اول خودمون عمل بکنه و بعد به همه مسلمانان گفته بشه که عمل بکنن. بی‌علایش‌ترین کار همین تبلیغه. و متاسفانه گاهی شنیده میشه که در بعضی از ممالک بالاخره یک تصمیمات عجولانه گرفته میشه و لحاظا با تبلیغ مخالفت میشود، در حالی که تبلیغ اگر بررسی کنند، تبلیغ راهی است که به عمل به شریعت دعوت میده، عمل به سنت دعوت میده، خلاف سنت نیست. و لحاظا این از بی اطلاعی و ناآگهی هست و کسانی که احساس کنند که تبلیغ با مسیر سنت مطابقت نداره. نه، یک کار بسیار بزرگ، کار بی آلایش و راه حقی است و مخالفت بر راه حق نقصان داره و ضرر داره از هر کسی که سرچشمه بگیرد. الله همه ما را بر مسیر حق و مسیر درست قرار بده و از هر نوع اشتباه و فتنه همه ما را حفاظت بکند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه.